ریاست کارهای داخلی دوشنبه از بازداشت باز یک راننده برای بدرفتاری در کوچه‌های پایتخت تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع میلیسیا، در نتیجه سنجش نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت، راننده ماشین تمغه تویوتا کمری رقم‌های قید دولتیش 9999 QZ01 شهروند سلیموف محمد صابرجانویچ سال تولدش 2002 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه سینو کوچه لیرمنتوف دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نام برده افت مذکور را موقتا به اجاره گرفته سانه 25 ماه سال 2023 تقریبا ساعت 11:30 هنگام حرکت در خیابان رودکی در مرکز دوشنبه نسبت به راننده واسطه نقلیات مسافربر دغلانه رفتار نموده با الفاظ قبیح شر و شرف او را پس زده است. همزمان به حرکت او مانع ایجاد نموده حالت خطرناک و صدمه‌وی را به وجود آورده خود سرانه رقم‌های افت تاکسی را کشوده گرفته است. این حالت در ویدیوی در اینترنت نشر شده نیز دیده می شود. وابسته به حالت مذکور نسبت شهروند سلیموف محمد برای به وجود آوردن حالت خطرناک و صدمه‌وی طبق طلبات ماده 326 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شد. همزمان با مقصد اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی وابسته به ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و در نزد دیگر شهروندان پس زدن شأن و شرف راننده تاکسی نسبت نام برده موادهای ضروری ترتیب داده شده به دادگاه ارسال کرده شدند. بنا به خبر دیگر میلیسیای دوشنبه، در اساس مراجعت الکترونی یک نفر زن ساکن شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیسیا برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی، شهروند یتیموف طالب جان توکلویچ سال تولدش 1985 استقامت کننده شهر وحدت دهه چلمزار دستگیر شد. خود راننده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی میلیسیا گفت ضمن سنجش معین گردید که یتیموف طالب جان که همچون مسافر در داخل واسطه نقلیات جمعیتی قرار داشت با زن مراجعت کننده که با راننده واسطه نقلیات جمعیتی اوید به سر زدن صدمه نقلیاتی صحبت داشت مناسبت دغلانه نموده ترتیبات جمعیتی را ویران کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت شهروند یتیموف طالب جان موادهای ضروری ترتیب داده شده با مقصد اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی به دادگاه ارسال کرده شده است.